امروز ما همراه شما بابت خشونت صحبت میکنیم و راههای پیشگیری از خشونت را بررسی خواهیم کرد. رواری نسبت همین زنهای ما بسیاره از طرف شوهرشون در همون خود فدراسیون روسیه بسیاره. مناسبت به حد گنده هست که دیگه ما سرم پیر شدم سرم نمیوردارم. اصولا با ما سازمانی نمیکند، بر همه دورا رفته شکایت مراجعت میکند. وقتی که در اویل ما خشونت یعنی که با خشونت گرفتار میشود در اویل زن الکی محیط پسیکولوژی اویل ویران میشود. همین ترس دشمنی اساسی نمی زوروری و گرفتار شدگی شخصیت ها حساب میشود که خودشون در جامعه تنها یک و ناتوان حس میکنند. البته جزا نه، در اینجا ما باید که کارهای فهماندهی را بیشتر بریم. اون شخصی که قانون نمیداند عمل میکنه حرمت میکنه که خودش حرمت میکنه نسبت دیگران این کردار نامطلوب سزا نمیبیند. شرط از همه مهم این رعایت قانون است.